سلام به همه ببین و بگردیای عزیز. پست امروزمون از یک ایستگاه قطار هست. شهر لس آنجلس فاقد متروی شهریه، ولی قطار شهری هست در سطح شهر که بین شهرهای مختلف شما رو جابجا میکنه، چون مسافت ها بسیار طولانیه و این قطار به شدت کاربردی هستش. چند تا از شهرهای لس آنجلس کانتی رو بخوام براتون مثال بزنم. اینجایی که ما هستیم گلندل هست، پاسادنا، سانتا کلاریتا، سانتا مونیکا، مالیبو، خود لس آنجلس و همه اینا توسط این قطار به هم وصل میشه. کنار ایستگاه قطار ایستگاه اتوبوس هم هست که شما اینجا از قطار که پیاده میشین با اتوبوس توی شهر مورد نظرتون به مقصدتون میرسید. Metro 221 service to Palmdale, Lancaster.